شعری هشدارگونه تقدیمتان میکنم، هم برای آنان و هم برای اینان، با نام ببین منو. آهای شما که آدمید، گنه نکرده نادمید، تو خیلی سر آمدید، اسیر ناز و نعمتید، همیشه در حمایتید. ببین منو، نگام کن، آخه منم یه آدمم، یه عمریه که خادمم، اسیر فقر به غایتم، بری زهر حمایتم، به کی برم شکایتم؟ ببین منو، نگام کن، نه حاکمی نه داوری، نه اعتقاد و باوری، نه یاری و نه یاوری، نمیرسد ز خاوری، نه دلبر و دلاوری. ببین منو، نگام کن، آهای شما که بی خبر فتاده اید در این گذر، چه پرسیش ز رهگذر، که سر بریده اند هنر در این سرای پرخطر. نوشتن به بوم بر، آهای خبر، آهای خبر، مخوان خبر به گوش کر، مزن تبر به چوب تر، چو شعله برکشد شرر، بسوزدش به خشک و تر. ببین منو، نگام کن، چه حاصل آید از بشر بجز ضرر، بجز ضرر، چه حاصل آید از بشر بجز ضرر، بجز ضرر. ببین منو، تفنگ بی خشاب من، درشتی و عتاب من، نوشته کتاب من، نمیبرد شتاب من، رهی به آب و تاب من، به سر رسیده تاب من، به باغ بی غراب من، به دشت بی تراب من، نمیچرد غزال من، غزال بی حجاب من. ببین منو، که میدهد جواب من؟ نگام کن، در این هوای بی نفس، نفس نمانده بهر کس، چو میرسد ز پیش و پس، گزافه‌ای ز خار و خس. خدای من به داد رس، بریده شد سر قفس، بریده شد سر قفس. ببین منو، نگام کن. 25/12/98 رشت.